13 سال بیماری آرتریت روماتوئید خیلی حاد یا همون روماتیسم مفصلی و چیزی حدود به 4-5 سال دچار بیماری MS شدم و این دو تا بیماریه که میشه گفت از بین میلیون ها نفر شاید افرادی دچار این دو تا بیماری همزمان بشن که قدرت بدنی بی‌نظیری دارن. میشه گفت دو تا بیماری که فقط افرادی دچار میشن که سالیانه دراز یا ورزش‌های خیلی حرفه‌ای انجام داده باشن یا ورزش‌های رزمی انجام داده باشن که من چون خودم از بچگی ورزش رزمی کار کرده بودم و قدرت بدنی خیلی بالایی داشتم دچار این دو تا بیماری شدم و شاید باورتون نشه منی که روزی 19 تا پروتون رو به صورت تفریح و یا به صورت حتی خوراکی استفاده می‌کردم و یک جورایی میشه گفت تو خیلی از سمینارهایی که برگزار می‌شد در حوزه کاریمون من حتی نمیتونستم راه برم و خیلی مواقع حتی صبحا نمیتونستم بیدار شم. شاید 4:30 صبح مجبور بودم بیدار شم یک تدریب خیلی شدید استخوانی انجام بدم که بتونم صبحم رو شروع بکنم. نمیدونم تو این شرایط چجوری زندگی میکنین یا چجوری فکر میکنین، اما من تونستم با کمک این قارچ گانودرما و با اون بینشی که نسبت به مثبت اندیشی نسبت به این محصول و یا نسبت به نوع استایل. سلام، من 5 سال MS دارم. 1 سال 3 ماه هست که این محصول گانودرما رو استفاده میکنم. بعد از 3 ماه استفاده کردن گانودرما 6 ساعت قرصای من حل میشه و با رفتنم خوده میشه. بعد از 1 سال و 3 ماه که من جواب ام‌آرآیم رو میگیرم از 10 تا پلاکم فقط 2 تا پلاکم مونده و این که من فقط میخوام بهتون بدم این ویدیویی که من دارم براتون گرفتم فقط جنبه تبلیغی نداره. خیلی دوست دارم کسایی که مثل خودم هستن حتما با این محصول آشنا بشن و این محصول استفاده کنن و به خوبی. سلام آقای آهنگری، خوبین؟ خسته نباشین. مخلصم. حال شما خوبه؟ خوبین، متشکرم، مرسی. شما درد نکنه. ممنون. داروی شما، این دارو خیلی ردیفه، مرا حرکت داد. من حدود 10 ماه NS دارم. رفتم تهران، دکتر اونجا تشخیص دادن NS دارم و اومدم خونه. راه نمیتونستم برم، با وینچر را میرفتم. من یه مدت وینچر، یواش یواش با واکر. الان 1 هفته است که این چند وقت این دارو رو میخورم. 1 هفته واکرم دیگه بیخیال شدم، میتونم راه برم. من قبلا هیچ موقع تنها خونه نبودم، همیشه خونه کسی بود مرا تعادل مرا داشت یا لباس مرا تن من میپوشیدن. الان من خودم لباس میتونم بپوشم، خودم راه میتونم برم. خدا رو شکر. آره جان، الحمدلله دستشویی خودم میرم. قبلا من میبردن دستشویی در این هست، من نمیدونستم دستشویی خودم برم. الان خودم میرم دستشویی. یادم رفت برقش خاموش. آقای آهنگری جان، میتونی یه چند قدمی راه برین؟ حالا تقریبا این راه رفتن منه. آره، میبینین که آقای آهنگری استفاده کرده طی چند مدت، خدا رو شکر با امید خدا الان میبینین که سر حال میتونه راه بره. اصلا راه نمیتونستم برم، حتما با این واکر راه میرفتم. الان تقریبا 1 هفته میشه این واکرم گذاشتم کنار دیگه. خدا رو 100,000 مرتبه شکر. واکر دیگه ندارم. آره. الحمدلله. گانودرما مدل سوپرین رو استفاده کردین، درسته؟ آره. اینه دیگه، من آره، گانودرما سوپرین رو استفاده کردن آقای آهنگری. خیلی جالبه، خدا رو شکر. خدا رو 100,000 مرتبه شکر. خیلی داروی خوبیه و الحمدلله روی ما اثر گذاشت. ایشالله روی همه اثر بذارم. ایشالله با امید خدا، ایشالله. من چند روز، من یادم نیست چند روز این دارو رو خوردم. 1 ماه حدودی. این در حد 1 ماه ما راه افتادیم. قبل از 1 ماه من همه شما روی این تخت خوابیده بود. بلند نمیتونستم بشم.
خدا رو شکر آقای انگری. هم از سبزوار در 25 روزی که از گانودرما استفاده میکنم خیلی تعادل و راه رفتنم خیلی خوب شده. قبلا میافتادم ولی الان نمیافتم و میتونم راحت‌تر راه برم. قبلا نمیتونستیم راحت راه بریم دیگه، درسته؟ قبلا با عصام میافتادم. الان دیگه نمیافت. نه نمیافتم. خدا رو شکر، خدا رو شکر.